خوش آمدید به برنامه پژواک و بخش گفتگو و فکر می‌کنم این بخشی هستش که دوستان منتظر دیدن اون هستند و موضوع صحبت امروزمون هست هنرهای بصری و ایمان و جهانبینی که می‌خوایم در واقع در مورد این مسئله صحبت کنیم که چطور هنرهای بصری وسیله‌ای هستن که جهانبینی‌های مختلف رو انتقال میدن. بله، یه خورده داخل خواهیم شد، به تاریخ برخواهیم گشت، از دید ریاضیات و علم هندسه نگاه خواهیم کرد، از بعد روحانی و ماده نگاه خواهیم کرد و با هم یه خورده بررسی میکنیم بیشتر. ببخشید. داستان از این قرار هست که هنر همیشه وسیله‌ای بوده برای انتقال افکار، برای انتقال اندیشه، برای انتقال جهانبینی، ولی در طی دوره‌های مختلف بنابر طبع‌های گوناگونی که در ارائه هنر وجود داشته متفاوت بوده این انتقال هنر و عرضم به خدمتتون نه تنها طبع مردم تفاوت کرده بلکه جهانبینی‌ها هم تاثیرات مستقیمی روی سبک هنرهای گوناگون داشته که حالا توی این برنامه اولین قسمتی هست که در خصوص این صحبت خواهیم کرد. امیدوار هستیم توی برنامه‌های بعدی این رو بیشتر دقیق‌تر بریم، ولی یکی از اهدافمون که حداقل از امروز شروع خواهد شد و امیدوارم تا چند برنامه این ادامه پیدا کنین هستش که در هر دوره این دوره‌هایی هستین که خودمون انتخاب کردیم و به صورت ترتیبی و تاریخی همش نیست، ممکنه بعضی از دوره‌ها رو بهش نگاه نکنیم. دوره‌هایی رو انتخاب خواهیم کرد که تأثیر جهانبینی بر هنر رو می‌خوایم بررسی بکنیم. اینه که همونطور که خودتون اشاره کردید به یونان باستان یک نظری خواهیم داشت و بعد از اون همینطور به حتی دوره ریفورمیشن اصلاحات خواهیم رسید و تاثیراتی که جهانبینی روی هنر داشته. درسته، همیشه هنر ما فکر می‌کنیم برمیگرده به احساسات ما و ازش فقط به صورت ظاهری لذت می‌بریم، ولی اگر هنر رو تعریف بکنیم که چقدر میتونه عمیق‌تر باشه، چقدر برمیگرده از اون شکل ظاهریش برمیگرده به اخلاقیات، ذهنیات و حتی مذهب و باور و اعتقاد ما چقدر تاثیر میتونه بذاره به اون چیزی که ما روی یک کاغذ، روی یک بورد در میاریم. واقعا هنر به تصویر کشیدنه و حالا به تصویر، شاید به تصویر نقاشی یا به تصویر مجسمه سازی یا کاشیکاری، ولی در این به تصویر کشیدن شخصی که داره این عمل رو انجام میده، هنرمندی که داره یک چیزی رو به تصویر میکشه، از اون باورها و فکرها و دیدگاه خودش استفاده میکنه تا یک پیامی رو انتقال بده و این پیام انقدر قدرتمند هست توسط هنر که ورای مرز زبانها میره. ما احتیاج نداریم زبانهای که دیگران رو بدونیم تا بتونیم ارتباط برقرار کنیم از طریق هنر. هر کسی از هر زبانی با نگاه به یک هنر میتونه درک کنه هنرمند چی میخواست بگه و همینطور برای تاریخ میره. ما نگاه میکنیم میبینیم چقدر هنر از دیرباز امروز ما داریم که بهش نگاه میکنیم و بعد میبینیم که چقدر تفکر مردم اون زمان نسبت به دنیاشون، نسبت به جامعه اطرافشون تأثیر گذاشته و ما میتونیم فرهنگ اونا رو درک بکنیم. پس هنر در واقع شاید یک بودی هست که به ما اجازه میده از تاریخ و از مرز زبان بگذریم و جهانبینی شخص هنرمند رو پشت اون ببینیم. ولی من فکر می‌کنم در کنار اینکه این زبان جهانی هست، به قول معروف یک زبانی هستش که همه میتونن حداقل بخش عمده‌ای ازش رو بفهمن، ولی فکر می‌کنم این مقدار احتیاج هم هست که شخصی که داره هنر رو نگاه میکنه، شخص نظاره‌گر به هنرهای متفاوت، خودش رو هم تمرین بده که در ورای این تصاویر، ورای حالا این هنر فقط تصاویر نیست، مجسمه ها میتونه باشه. الان توی حالا میگن هنر هفتم سینما هستش و حالا انیمیشن و گرافیک و اینا هم همش جزئی از هنر هست. حالا ساختمان سازی هم جزء هنرهای معماری اینها به حساب میره. ورای این چیزهایی که به عنوان هنر ما معرفیش میکنیم بریم و ببینیم که چه صحبتی پشت این هست، چه پیغامی، چه جهانبینی، چه اندیشه‌ای، چه حرفی هست که شخصی که داره این هنر رو خلق کرده سعی میکنه به بینندگان خودش انتقال بده. به خاطر همین من فکر میکنم یک عزیز هنرمندی رو داریم که با ما صحبت‌های خودشون رو در میون گذاشتن. بریم ببینیم در پس افکار یک هنرمند چی میگذره، برخواهیم گشت ادامه میدیم. با ما باشید.